عاشق شهرام عزیز، داستان زندگی و مسیر هنری شما سرشار از تلاش، عشق و میراث فرهنگی است. شما در سال 1362 در شهرستان تکاب، آذربایجان به دنیا آمدید. در خانواده‌ای که هنر عاشقی نسل به در آن جریان داشت. پدرتان عاشق قوچلیه ولی پور و پدر بزرگتان عاشق برات علی از بزرگان این هنر بودند و شما نیز با عشق و علاقه‌ای که از کودکی در دل داشتید این مسیر را ادامه دادید. در سن 17 علاقه شما به موسیقی سنتی عاشقلار شکوفا شد و در کنار پدرتان آموزش نوازندگی ساز قپوز را آغاز کردید. این هنر که از نسل‌های گذشته به شما رسیده بود نه تنها یک مهارت بلکه یک رسالت فرهنگی بود که شما با جان و دل پذیرفتید. عاشق شهرام عزیز، شما نه تنها یک هنرمنده برجسته بلکه عضوی از یک خانواده هنری و فرهنگی هستید که نسل‌ها است موسیقی عاشقی را زنده نگه داشته است. اینکه شما و دو برادرتان عاشق بهرام و عاشق منوچهر همگی در مسیر هنر عاشقی قدم گذاشته اید نشان دهنده عمق و اصالت این هنر در خانواده شماست. برادرتان عاشق بهرام با نوازندگی تنبک و قوال ریتم و شور را به موسیقی عاشقی میبخشد، در حالی عاشق منوچهر همچون شما با نوای قپوز روح و احساس را در موسیقی جاری میکند.